دولت ترامپ درباره اهدافش برای یک توافق با ایران پیام‌های متناقضی ارسال می‌کند. اما به نظر من در نهایت ایالات متحده می‌تواند یک توافق هسته‌ای را بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران را به طور سختگیرانه محدود کند و مهمتر از آن نظارت‌های شدیدی را برقرار کند. هرچند ترامپ بارها تاکید کرده که ایران نباید هیچ گونه غنیسازی داشته باشد، اما به نظر من این خواسته واقع بینانه نیست و ضرورتی هم ندارد. شاید یک توقف چند ساله و سپس مذاکرات تکمیلی برای تعیین دامنه فعالیت‌ها بتواند نوعی راه حل برد باشد. راه حلی که به ایران اجازه دهد غنیسازی را حفظ کند و در این حال نگرانی‌های آمریکا درباره اشاعه را برطرف سازد. و البته تا جایی که میدونیم ایران همکنون غنیسازی نمی‌کنه. درست است. به نظر من بعید است ایران در حال حاضر غنیسازی انجام دهد. حملات آمریکا به نتنز و فوردو در ماه ژوئن احتمالاً این تأسیسات را نابود کرده است. ایران یک تأسیسات سوم غنیسازی هم دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از آن بازدید نکرده، اما بعید است آن تأسیسات در حال حاضر عملیاتی باشد. خانم داونپورت، ذخیره بیش از 400 کیلوگرمی اورانیوم 60% غنی شده چطور؟ طبق گفته رافائل گروسی بیشتر این ذخایر احتمالاً زیر آواره. اگه شما قرار بود به دولت آمریکا در این باره توصیه بکنید چی میگفتید؟ ایران در حال حاضر هیچ نیاز مشروع و فوری به اورانیوم با غنای 60% ندارد. این ذخیره برای ایران یک مسئولیت و بار محسوب می شود و تا زمانی که ایران آن را در اختیار داشته باشد، نگرانی درباره حملات بیشتر اسرائیل افزایش می یابد، زیرا این مواد می توانند به سرعت به سطح تسلیحاتی برسند. یکی از گزینه‌های قابل اجرا می‌تواند رقیق سازی آن به اورانیوم با غنای 20% باشد و شاید بتوان این مواد را به خارج ارسال کرد و در ازای آن سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کرد، چیزی که ایران به آن نیاز دارد و منافع غیر نظامی مشروعی برای کشور فراهم می‌کند. استیو ویتکاف در تازه ترین مصاحبهش گفته ایران 1 هفته با ساخت مواد لازم برای تولید سلاح فاصله داره و در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته که این احتمالاً اشتباه آقای ویتکاف یا یک لغزش زبانی بوده. مشخصه آیا که در حال حاضر ایران چه میزان زمان برای دستیابی به چنین موادی لازم داره؟ به نظر من احتمالاً ویتکاف اشتباه لفظی کرده است. او کارشناس فنی نیست. با توجه به اینکه مواد 60% همچنان در عمق زمین مدفون است و به نظر می رسد ایران حتی ورودی‌های محل نگهداری آن را مستحکم‌تر و عمیق‌تر کرده. بازه زمانی 1 هفته واقع بینانه نیست. با این حال ارزیابی این که ایران اکنون با چه سرعتی میتواند اورانیوم با غنای تسلیحاتی تولید کند بسیار دشوار است، زیرا درباره توانمندی‌های باقی مانده پس از حملات پرسش‌های زیادی وجود دارد، چرا که ایران اجازه نداده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به تأسیسات کلیدی هسته‌ای بازگردد. بنابراین 1 هفته بسیار بعید است و احتمالاً اشتباهی از سوی ویتکاف بوده. اما با توجه به این ابهامات سخت است بگوییم اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی بگیرد چه مدت زمان نیاز خواهد داشت. و اگر که البته میدونم اگر بزرگی ایران و آمریکا به نوعی توافق یا توافق اولیه درباره موضوع هسته‌ای برسن، این توافق اساساً چقدر پایدار خواهد بود؟ فکر می کنم اگر منافع روشنی برای هر دو طرف وجود داشته باشد و ایران و ایالات متحده درباره سایر موضوعات نگران کننده که می تواند توافق را به خطر بیاندازد نیز به گفتگو ادامه دهند، احتمال پایداری توافق بیشتر خواهد بود. برای مثال، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برنامه موشک‌های بالیستیک ایران را تهدیدی وجودی توصیف کرده است.
یک توافق هسته‌ای بدون هیچ پیشرفت یا گفتگویی درباره موضوع موشک‌ها آسیب پذیرتر خواهد بود، زیرا اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد به برنامه موشکی ایران حمله کند. بنابراین پایداری توافق واقعاً به این بستگی دارد که هر دو طرف منافع روشنی ببینند و این توافق بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای رسیدگی به طیف وسیع‌تری از خطرات باشد. اما اگه به واقعیت‌های میدانی در حال حاضر نگاه کنیم، داخل ایران چی میگذره؟ تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه چیه و رویکرد نخست وزیر اسرائیل نسبت به کل این ماجرا که اشاره کردید؟ آیا واقعا میشه تصور یک توافق پایدار رو داشت؟ خطر اشتباه محاسبه و بازگشت به درگیری بسیار بالاست. وضعیت بسیار سیال است و این خطر وجود دارد که مشابه ماه ژوئن ایالات متحده همزمان با مذاکره مسیر بازگشت به درگیری را نیز آماده کند. ایران حق دارد نسبت به اینکه آیا آمریکا با حسن نیت وارد مذاکره شده یا نه نگران باشد. اما در این حال همین که آمریکا در حال حاضر حتی احتمال یک توافق را بررسی می‌کند نشان می‌دهد که حتی ترامپ هم می‌داند راه حل نظامی راه حل قابل اتکایی برای حل بحران هسته‌ای با ایران نیست و فکر می‌کنم با وجود همه تهدیدها ترامپ خواهان توافق است. او نمی‌خواهد ایالات متحده در یک درگیری دیگر در منطقه گرفتار شود. از سوی دیگر ایران نیز برای دستیابی به رفع تحریم‌ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری می‌تواند در یک توافق ارزشی ببیند. بنابراین وضعیت پر ریسک است، اما تا زمانی که هر دو طرف احساس کنند توافق می‌تواند به نفعشان باشد، هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد. A deal could be advantageous, I think there's a chance for diplomacy.